عزیزم، مهربانم، آچه جانم. امروز بهترین و مقدسترین روز است برایم، چون که در این روز گوهر نایابم، مادر جانم، روز میلاد دارند. آچه جان، 9 ماه و 9 روز ما فرزندان را در بطن خود نگاه داشتید. بعد این قدر عذاب و مشقت ما را به دنیا آوردید. با یک امید و آرزو، با یک نیت نیک ما را به راه راست و تندرستی، میهن پرستی تربیت نموده به وی رسانیدید که ما کلان شویم و در پیری دستیار شما گردیم. آچه جان، گرچنده تا حال قرض فرزندی خود را 1 گرم هم ادا نکرده ام، خدا خواهد همش را ادا میکنم. تنها در برمون باشید، تنها در برمون باشید. آره، دولت فرزند این مادر است. آچه جانم، به مثل زمین و آسمان یکتا هستید و محبت شما برای ما فرزندان به مانند ستاره هایی که در آسمان تاریک می درخشند جاویدانه. آچه جانم، چراغ خاندانم، قدرتان را گر ندانم کور شوم. در زندگی کوتاهم مشاهده کردم که کسی به جای شما شده نمیتواند، کسی مهر شما را داشته نمیتواند برایم، چون که مهر شما خدا داده است، خدا داده است. آچه جانم، خاک پایتان شوم. چگونه ای که برای ما فرزندان همیشه دست به دعا میبردارید، من نیز دست به دعا میبردارم و از خداوند طلب آن را میکنم که شما را همیشه در پناهش نگه دارد، سلامتی بر دوام دهد، سایه‌تان هیچگاه از سرمان کم نشود. با این کسبی که شما همیشه آلوده خون هستید، اولا خدا، بعدا شما به مردمی دردمند شفا میبخشید. از این رو در کارهایتان همیشه کامیابی ها خواهانم. دائما پیش صف باشید. اگر ماها و سالها و عصرها در وصفتان نویسم، برایتان کمی میکند. نور خاندانم، آچه جانم، زاد روزتان فرخنده باد.